اینور کسی نیست؟ الو آهای What the fuck چه اتفاقی قرار است بیفته؟ خب برامکس خیلی خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک دیگه. من مویز ایست هستم و تو این ویدیو قراره بریم به بازی ترسناک ساب سامت. یه بازی ترسناکیه که قراره بریم داخل زیر زمین، اونجا یه سری چیزا رو کشف کنیم، یه ماموریتی رو انجام بدیم. فکر کنم به عنوان پلیس هستیم و داخل زیر زمین یه سری اتفاقای خیلی بعدی میفته که مجبور میشیم بگا بریم. قبل از شروع داخل کامنت‌های قلب قرمز بذارید، خیلی خوشحال میشم. و اینکه اگه دوست داشتید منو ساب کنید، واقعا به من انرژی میدید. و اینکه بدون معطلی let's fucking go baby. We're getting a missing diver call from up in You're getting a missing diver call from up Cape Scott. ما یه تماس از اساس رفتیم از کیپ اسکات. Looks like he was in a party of 3, so there'll probably be someone waiting for you at the entrance. I'm sending you the location now. Call me back when you're on the way. We're most likely looking at either a split in the group or everyone just getting lost. Injury is pretty much off the table with how simple the caves are up there. Anyway, quick inventory check. Camera, headlamp, and whiteboard. You're gonna have to go without a map this time. Looks like no one's bothered to go down there till now. Whiteboard use is encouraged to be very liberal. Sending in a second diver to find you is just not something I want to deal with. Camera use is encouraged. Just make sure you capture anything of note. And the headlamp should have a battery life of about 2 hours. That's pretty much it. I'll be waiting at the entrance about an hour after you dive. Good luck. اوه بچه‌ها داستان جالب شد. مثل اینکه یه چند نفر اونجا بویفرند نشدن داخل غاری گم شدن و ما قراره اونجا بریم. یک سری وسایل به ما دادن و ما قراره که اونجا چند نفر رو پیدا کنیم. مثل اینکه داستان باید همین باشه اگه اشتباه نکنم. و یه سری وسایل هم به ما داده مثل وایت بورد و کامera که ازش عکس میگیریم و همینطور دیگه. آقا بدون معطلی برو داخل گیم ببین چیریه. Use element to drag yourself. What? Oh my god. این راه رفتن نیست، مثل که با درگ باید بریم. عجب فیزیکی پشمام. برو ولی سختره دیگه بابا، ناموسن راه رفتنش سختره. کاش با همون دبلی بود. حالا مثلا چه فرقی کرد الان ساختی، ولی خب نسبتا یه خلاقیت نشان داد دیگه سازندش. آقا برو بریم. نمیدونم چی کار باید کنم، فقط میریم جلو ببینیم چی میشه دیگه. Use QE to rotate left right. او چپ و راست. QE میره راست و چپ میچرخه. با این عقب هم میشه رفت؟ آره. آقا بیشتر میکشیم سریعتر برسیم دیگه. منطقا همین باید میشه. خب به یه چهارراهی رسیدیم، چهارراه میدان. نمیدونم کدوم سمت باید بریم. آقا من میگم بریم مستقیم. اول یه مپ نداد یعنی سازندش با بفهمیم از کدوم طرف باید بریم. حالا من مگه جغرافیا فهم میکنی قویه؟ من حتی یاد نمیدونم دستشوی خونم کجاه والا. بعد انتظار داره اینجا رو من حفظ کنم. خب من الان گم میکنم راه مشتی. من الان گم میکنم. شاید با خون سردی دارم میرم. این بنبست بود هیچ. برگرد بریم به همین سمت. حالا داستان چیه؟ ما باید چند نفر رو پیدا کنیم حتما دیگه. مثل اینکه قرار طولانی باشه. پس باز به یه راه دیگه رسیدیم. بابا چرا چهارراه تو چهارراه؟ خب این نقشه به من بده دیگه. ای بابا اول راست بینیم. چرا ما ثبت راست اینقدر علاقه دارم؟ یه تارنکه بود. کسی نیاد، فقط صدا داره میاد. صدا داره میاد. صدا تو صدا.
چند بخور. اینجا رو بازه، اینجا رو بازه. کسی نی؟ صدا میاد. برو صدا اومد. یواش برو. یواش. این کیه؟ این چرا اینجا نامه است؟ وایت بورد. ها از اینا وایت بورد داره؟ بلند گرفتی. Use the CK to use the camera. یعنی کفش کیه؟ دقیقا خودش رفته زیر سنگ کفشاش بیرون اومده. چقدر منطقی تو داداش. اینجا ببینم. شد؟ یکی بود. یاری ناموسی بود. حاجی من الان با چه روی برم اونجا؟ این چیه؟ رک کن دیگه چیکار کنم داداش؟ اون را با بسته شد نه؟ نمیشد بری دیگه. بوی بریم اون سمت را ببینیم چجوریه. Use the GK to use the whiteboard. خب من الان چی بکشم اینجا؟ میشه نقاشی کشید. وایسا. این تقدیم به سازنده گیم و این هیولایی که داخل گیمه. این هم یه امضا. حتی این زیاد مسخره شد. Use storage to rotate the whiteboard. میشه گذاشت. خب سب کن من بذارم. خب یعنی این چی نشانه‌ای داره؟ خب مثلا من چی کار کرد الان؟ نگو میاد میخونه نامه رو میره ها؟ نمیدونم. اینور از اینور اومدیم دیگه. آره خب بیا اینور بریم یه چک کنیم. راستت نگاه کن. اینور کسی نیست. الو آهای. چی شد؟ چه آبی هم میشه که اوف فداش بشم. اصلا کدوم ور داری میری برای خودت؟ اصلا کدوم What the fuck؟ یه عکس بگیر. نمیتونی بگیری؟ خب بگیرش دیگه. ساب کن این لحظه. بذار نقاشیش بکشم یه لحظه. نقاشی شبیه موز شد. یه لحظه. امیدوارم درست باشه. هیچ ایده ندارم چجوری. فقط دارم خب نه برو. بدبخت بی پولیم که حالا به حرف یه عده آدم گوش بدیم بیایم قار دنبال 4 الف بچه. آقا میشینه برگردی بری بالا؟ میگم حوصله ندارم ناموس. برگرد برو بالا. چی میشه؟ میمیری. یا خدا. عکس بگیر عکس بگیر. پاش رفته. اوف بدجور. عکس باید بگیریم دیگه درسته؟ حالا مثلا من نمیدونم چرا باید کنم به خدا. بذار نقاشیشو بکشم. چجوریه؟ خب صبر کن.
او من اصلا نمیدونم برای چه نقاشی الکیه، فقط میدونم یه پا اینجا بود، یه پاش هم اینجا بود، یه سولاخ خونم اینجوری افتاده بود. بیادش ما What the fuck؟ چه اتفاقی قرار است بیفته؟ برو برو برو. اون دور من یه یکی داره میاد میگم. چه گیمیه ساختی دهن تو سرویس، چه گیمیه. من پشت سرم رو که اصلا عمرن نگاه کنم. یه همین رو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. استرس دارم درک. What the fuck؟ بچه نوزاد کی اینو کشته؟ نکن ناموزاد نکن، خدا دارم دیگه باور چشمی بیام سمتت. منتظر خود بیناموسشم که بیاد. اونجا چاله اصاره یه اکس بگیر و حال نمیدم چیه. دور تو برگردون. A few moments later. یا خدا یا خدا. از چوز چیزی نمیشه پیدا کرد. کله دهنش گرفته خورده. بیاقب بیاقب. اکسیژن اینگاه چند تا معدن چی بودن؟ یا نزدیکم برو بگیر. What؟ بسته شد بسته شد. میشه رفت. سکته کردم خدا. این طرف باید بری. هرچی میریم جلوتر نزدیکتر میشه. هرچی میریم جلوتر نزدیک میشه. چی میریم جلوتر تو داری خوشگلتر میشی دیگه شدی مال من. خون یا خدا. الان میاد سراغ من. مای گاش چیکار کنم؟ تمامه کار من تمامه. Pele use the MK to the map. او باید میگرفتیم لاشه سگه. بیا عقب.
مثل اینکه راه باز شد. انگار یه نقشه داره. صبر کن. اول باید بریم سمت راست. اینجا نوشته دیگه مسیرها نمیدونم به ترتیب از کدوم ور میشه. راست، چپ، بالا، پایین. ولی حالا بذار راست بریم. اوجی حس میکنم اگه اشتباه به این من میکنه. چپ، یک اندینگ داشت. چه بی‌ناموسی بود. من هر لحظه منتظر اون بودم. What the fuck. آقا مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت هم بذارید. اگر دوست داشتین ساب کنید. واقعا قلبم درد گرفت. اندینگ یکش بود که پایان بدی داشت و واقعا اصلا اندینگ های دیگه رو حوصله‌ام نمیکشه برم. واقعا بازی تخمی بود. اصلا حالم بد شد جدی. شب خوابم نمیبره با این بازی. چه گیمی بود داد هزی بود. چی بود اسمش؟ خلاصه اگه از این سگ ویدیو خوشتون بیاد حتما داخل کامنت ها بگین بیشتر از این چیزا بریم. و اینکه من آخر نفهمیدم چی شد. آخرش هم میمیریم دیگه. قطعا اتفاق نمیفته. از اون بازی گرافیک کما بود دیگه که زیاد داستان خاصی ندارن و کوتاه هم به اصطلاح. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو دیگه فعلا.